دوستان عزیزم سلام عرض میکنم خدمتتون. امیدوارم که حالتون عالی باشه، روزگار به کام باشه. امروز قرار با هم دیگه در رابطه با ابزار هوش مصنوعی که تیم یاراتیوب توی داشبوردش اضافه کرده و این ابزار آموزش دیده برای اینکه بتونه به یوتیوبرها کمک کنه صحبت کنیم و مرحله مرحله تا استفاده بهینه از این ابزار با هم پیش بریم. خب برای شروع کار در ابتدا توی گوگل من سرچ میکنم یاراتیوب. خب وبسایت یاراتیوب رو مشاهده میکنید. برای اینکه ما بخوایم از ابزار هوش مصنوعی استفاده کنیم، این ابزار توی داشبورد یاراتیوب تعبیه شده و توی این قسمت هست. اما قبل از اینکه بریم سراغ اون، یک سری ابزارها ما توی این قسمت داریم که میتونه به شما یوتیوبرهای عزیز کمک کنه، از دانلود عکس پروفایل یوتیوب گرفته تا مانیتایز چکر که میتونه چک کنه که چنلی که شما مد نظرتون هست مانیتایز هست یا خیر. خب وارد داشبورد یاراتیوب با هم میشیم. توی این صفحه شماره تلفنی که شما با اون ثبت نام انجام دادین رو میخواد و اگر هم ثبت نام نکردین فقط کافیه یک شماره تلفن وارد کنید. من برای مثال این قسمت شماره تلفنی که مد نظرم هست رو وارد میکنم. این شماره که اینجا وارد کردم شماره پشتیبانی یاراتیوب. خب دریافت کد رو میزنیم و منتظر میمونیم تا کد برای ما پیامک بشه و وارد داشبورد یاراتیوب میشه. توی این قسمت در صورتی که با یاراتیوب همکاری داشته باشین، درآمد شما عزیزان، فاکتور درآمد یا در واقع صورت حساب درآمد ماهیانه شما اینجا اضافه میشه و شما میتونید مشخص کنید که درآمدتون رو مایل هستین به چه روشی دریافت کنید. کانال هاتون اگر چند کانال داشته باشین، قسمت مالی، فایل استور که یک سری فایل ها برای یوتیوبرها تعبیه شده که میتونن ازش استفاده کنن، توی دسته‌بندی ها اینجا هست، میتونید ازش استفاده کنید. اما ما توی یاراتیوب برای کاربرها مراحل مختلف دسترسی داریم. برای اینکه بدونید شما توی چه مرحله هستین، روی این قسمت که کلیک کنید نوع کاربر رو کاربر برنزی نشون میده که اگر شما با یاراتیوب قرارداد همکاری ندارید و صرفا برای استفاده از ابزار هوش مصنوعی دارین استفاده میکنید، شما سطح کاربریتون سطح برنزی هست. در صورتی که میخواین سطح کاربریتون رو ارتقا بدین، کافیه که با یاراتیوب در ارتباط باشین، راهنماییتون میکنم. خب ما برای کاربر برنزی فعلا میخوایم بدونیم که توی هوش مصنوعی چه سطحی از امکانات رو داریم. زمانی که روی هوش مصنوعی من کلیک میکنم، توی این نوار ابزار سمت راست دو قسمت رو میبینم، چت آزاد و دستیار هوش مصنوعی. در ابتدا میریم سراغ چت آزاد. زمانی که من چت آزاد رو انتخاب میکنم، این صفحه برای ما باز میشه که در واقع تاریخچه چت های شماست که سیو میشه و اگر بعدها نیاز داشتین بهش رجوع کنید، توی این قسمت میتونید بهش دسترسی پیدا کنید. من گزینه چت جدید رو میزنم. خب به این صفحه میرسیم. نکته‌ای که خیلی مهمه و میتونه به شما کمک کنه، این ابزار بیسش بر مبنای چت جی پی تی نوشته شده و توی چت آزاد ما فقط ابزار چت جی پی تی رو اینجا داریم و میتونیم هر آن چیزی که باید به وبسایت چت جی پی تی مراجعه میکردیم با دنگ و فنگاش اینجا به راحتی ازش استفاده کنیم. توی این قسمت بالا سمت چپ ما یه گزینه داریم به نام مدل رو که انتخاب میکنیم. دو گزینه در حال حاضر برای ما فعال، چت جی پی تی 4o مینی که میگه با توجه به سطح دسترسی شما 10 درخواست شما میتونید بدین برای چت جی پی تی 4o مینی و برای چت جی پی تی 4o شما 5 درخواست میتونید بدین. و برای اینکه بتونید از دال-ای که در واقع ایمیج جنریتور هست و در واقع هوش مصنوعی تکست تو ایمیج هست بتونیم استفاده کنیم، کاربریتون باید سطح بالاتری داشته باشه و همینطور چت جی پی تی 4 هم باید کاربریتون سطح بالاتری داشته باشه. من بعد از اینکه این مرحله رو پشت سر گذاشتیم، در ادامه یک قسمت هم برای یک سطح کاربری بالاتر هم لاگین میکنم و اونجا رو هم با هم میبینیم که به چه شکله. خب من فعلا در حال حاضر میذارم رو چت جی پی تی 4o و یه سوال ازش میپرسم: روز بخیر، حالت چطوره؟ فقط صرفا برای اینکه ببینم به چه شکل داره کار میکنه. خب سلام، روز شما هم بخیر، من خوبم، ممنون که پرسیدی، چطور میتونم کمکتون کنم؟ من یک یوتیوبر هستم. برای تایتل
نویسی نیاز به کمک دارم. عالیه، خوشحال میشم کمکتون میتونه ببینید کانال یوتیوب شما در چه زمینه‌ای هست و چه نوع تایتلایی مد نظرتون هست. ببینید اینجا تا درخواستای شما ذکر میشه و نکته‌ای که هست اینه که هر 24 ساعت یک بار این تعداد درخواست‌ها صفر میشه، یعنی شما 5 درخواست در طول روز میتونید روی چت جی پی تی 4o داشته باشید. مثال من کانال ترسناک دارم، راهنمایی کن. خب یک سری توضیحات آورد برامون که چقدر توضیحات جذابیه. کانال ترسناک طرفدار زیادی در نکات کلی از کلمات تحریک کننده، ترسناک، وحشتناک، شبحبار، حس کنجکاوی، پیشنهادات تایتل، 10 مکان ترسناک که هرگز نباید، فوق‌العاده داره عالی عمل میکنه. خب قسمت چت آزاد بود که شما به عنوان یه چت بات میرید باهاش چت میکنید و هر آن چیزی که سوال دارید رو ازش میپرسید و هیچ ارتباطی این قسمت اصلا به یوتیوب نداره. اما بریم سراغ دستیار هوش مصنوعی که یکی از اصلی ترین قسمت هاییه که ما باهاش کار داریم. دستیار هوش مصنوعی همون چت جی پی تیه که ما اومدیم ترینش کردیم با توجه به دانش یوتیوب، با توجه به آپدیت های سئو که یوتیوب انجام داده. آخرین دانشی که در رابطه با سئو نویسی و سئو کردن کانال یوتیوب هست رو ما سعی کردیم به این هوش مصنوعی آموزش بدیم و اون قرار رو به شما کمک کنه. مثل ابزار چت آزاد این صفحه در واقع چت هیستوری شماست و سابقه و تاریخچه شما رو اینجا نگهداری میکنه، میتونید بعدا بهش رجوع کنید. خب من چت جدید رو میزنم و وارد دستیار هوش مصنوعی میشم. در ابتدای کار چت جی پی تی 4o مینی هست. دلیلش هم اینه که من سطح کاربریم پایینه، اما همونطور که عرض کردم با سطح کاربری بالاتر هم بهش رجوع میکنم. خب اولین سوالی که از ما میپرسه موضوع و محتوای کلی ویدیو خود را با من به اشتراک بذارید تا بتونم به شما در بهینه‌سازی سئو ویدیو کمک کنم. من یک ویدیو یوتیوب در رابطه با یک غذای خوشمزه ایرانی میخواهم درست کنم. حوزه کانالم آشپزی هست. خب براش ارسال میکنیم. تو دسترسی‌های بالاتر زمانی که ما این چت جی پی تی 4o مینی رو تغییر بدیم به چت جی پی تی 4o، توانایی پردازش توی این ابزار میره بالاتر. خب حالا که موضوع ویدیو رو مشخص کردیم، بیاید به بهینه‌سازی سئو ویدیو شما بپردازیم. در اینجا پیشنهادات کلمه کلیدی و عنوان برای ویدیو شما آورده شده. ببینید دوستان، خیلی روی پرامپت نویسی این ابزار کار شده، خیلی وقت گذاشته شده. ما سعی بر این بوده که این ابزار رو هر آن چیزی که برای سئو کانال یوتیوب شما نیاز دارین بتونید بهشون ترین کنید. حتما ازش استفاده کنید، خیلی میتونه بهتون کمک کنه و سرنخ بده. پیشنهادات کلمات کلیدی، غذای ایرانی، دستور پخت، آشپزی ایرانی و یه نکته خیلی مهمی هم که هست، ببینید توی کلمات کلیدی عمدتاً هوش مصنوعی ها دارن با سرچ کردن توی گوگل کلمات کلیدی رو در میارن و در واقع از KW رنک ها استفاده نمیکنن. ما اومدیم توی کلمات کلیدی بر مبنای بالاترین سطح سرچ توی کشور ایران، توی کشوری که شما زبان رو بر مبنای اون داریم بهش ورودی میدید میاره اینجا. این کلمات کلیدی فوق العاده عالی تر از کلمات کلیدی که شما میتونید تو حالت عادی از چت جی پی تی بگیرید. پیشنهادات عنوان اینجا استراتژی های مختلف رو میگه و حسی که میخواین بدین و عنوان پیشنهادی رو. ببینید تو حس کنجکاوی، چطور این غذای خوشمزه ایرانی رو درست کنیم. حس ترس از دست دادن یا فومو، این غذای ایرانی رو از دست ندهید، دستور پخت ویژه. حس لذت جویی، غذای خوشمزه ایرانی که همه عاشقش میشوند. حس تعلق، به جمع عاشقان غذای ایرانی بپیوندید. این حس هایی که شما میتونید توی تایتل به کاربر منتقل کنید. اینجا باز از شما سوال میپرسه. در واقع کاری که میتونیم انجام عنوان رو بهینه کنیم یا یک عنوان رو انتخاب کنیم به مرحله بعد بریم.
خب برای مثال من به نظرم این بد نبود، این چیزی که اینجا برای ما نوشته گزینه خوبی بود، حس فومو. این رو انتخاب میکنم، پیست میکنم و منتظر میمونیم که باهاش بریم مرحله بعد. عنوان حالا بیاید توضیحات ویدیو رو شما چه. برای اینکه لطفا کلمات کلیدی انتخاب شما چه هستن؟ آیا میخواید از کلمات کلیدی پیشنهادی استفاده کنیم؟ یه سری کلمات کلیدی اینجا داده، میگه کلمات کلیدی دیگه هم هست که بخوای به من بدی. من کلمات کلیدی که اینجا هست رو میذارم، چند تا از همینا رو انتخاب میکنم، همینا رو کپی میکنم که بتونه من کمک کنه بریم مرحله بعدش. غذای ایرانی. خب ارسال میکنم و منتظر نتیجه میشینم. عالی. حالا بر اساس کلمات کلیدی شما یک توضیح بهینه برای ویدیو ایجاد میکنم. دیسکریپشن بهمون داد، توضیحات ویدیو. در این ویدیو شما رو با طرز تهیه یک غذای خوشمزه ایرانی آشنا میکنیم. اگر به دنبال دستور پختی ساده و لذیذ هستید این ویدیو رو از دست ندهید. با ما همراه باشید تا این غذای ایرانی به راحتی در خانه تهیه کنید. ببینید دوستان، کلمات کلیدی خیلی هوشمندانه. تمام کلمات کلیدی که ما انتخاب کردیم اومده توی دیسکریپشن سئو شده، اومده توی دیسکریپشن جایگذاری شده و بر اساس اونها این متن رو برای ما آماده کرده. لطفا نظرتون رو به من بگین. میگه توضیحات رو بهینه کنم یا تاییدش میکنید که من بهتون تگ پیشنهادی بدم؟ من تاییدش میکنم، چون شما بعداً باید اساسی با این ابزار کار کنید و خودتون ریزکاری هاش رو در میارید. حالا 15 تا تگ پیشنهادی هم برای ما نوشت، تگ ها رو هم در آورد و دقت کنید این تگ ها هم از KW رنک گرفته شده. اینجا هم میگه که میخواید با توجه به تگایی که دادم برگردم دیسکریپشن رو براتون اصلاح کنم یا اینکه تگ جدید نیاز داری بهم بگو که تگ جدید براتون کانفیگ کنم، که من میگم تگ جدید میخوام. خب 15 مجموعه جدید از 15 تا تگ پیشنهادی، تگای قبلی رو گذاشت کنار، 15 تا تگ جدید بهم داد. حالا فکر میکنم این تگا بهتر شد. اینا رو 3 تاشو انتخاب میکنم و بهش میگم که حالا با توجه به این تگا دوباره دیسکریپشن من رو اصلاح کنم. انتخاب حالا تگ ها رو هم میتونم توضیحات ویدیو. اگه به کمک بیشتری زیادی یا سوالی خوشم چون کمک کم چه میتونم مرحله بعد به سازی ویدیو فکر کنید. دنیا آموزشی تو بی انتهاست. خب دیسکریپشن رو من ازش میخوام که یا توضیحات رو مجدد برای من بنویس با توجه به تگ های جدید. توضیحات ویدیو رو اینجا برای ما مجدد نوشت. دوستان دقت کنید ببینید این ابزار ترین شده است، یعنی شما میتونید باهاش چت کنید، میتونید باهاش تگ بخواید، میتونید ازش دیسکریپشن بخواید. مهم اینه که این ابزار ترین شده و لازم نیست طبق اصول و قاعده خاصی اول اینو بگم بعد اینو بگم بعد اینو بگم. خودش یک سری اصول و قاعده پیش‌فرض داره، اما شما لازم نیست حتما طبق اون اصول و قاعده پیش برید. این مثل یک رباتیه که ما بهش آموزش دادیم سو یوتیوب رو، میتونید ازش کمک بگیرید. من لاگ اوت میکنم با یه اکانتی که دسترسی بالاتری دارم، وارد میشم تا با هم ابزارهای تکست و ایمیج رو هم چک کنیم. خب من وارد یه اکانتی شدم که سطح کاربری پلاتینیومه. وارد قسمت چت آزاد که بشیم، این هیستوری چت هایی که روی این اکانت داریم و چت جدید رو که بزنیم، اینجا ابزارهایی که میتونیم ازش استفاده کنیم برامون مشخصه. برای مثال دال تری که میتونیم ازش عکس جنریت کنیم، چت جی پی تی 4o مینی، چت جی پی تی 4o و چت جی پی تی 4 که همون چت جی پی تی پرو است. خب من برای مثال دال تری رو انتخاب میکنم و میخوام ازش یک عکس بگیرم. روی کاربر پلاتینیوم در حالت دال تری ما 5 تا عکس میتونیم در طول روز ازش بگیریم که خب من یک عکس از تهران میخوام. عکس تو ساعت 8 شب گرفته شده باشه
برج میلاد و برج آزادی مشخص باشه. ترافیک تهران مشخص باشه. و جلوه زیبایی به این عکس بده. خب من این پرامپت رو براش می نویسم، منتظرم که دالی تری برام عکس جنریت کنه. همونطور که خدمتتون گفتم توی این قسمت تو مدل میتونید از ابزاری که میخواین استفاده کنید مشخص کنیدش. این عکسی که برای ما خلق کرده رو با هم ببینیم. خب همونطور که مشاهده میکنید عکس بی‌نظیری رو خلق کرد. هم برج میلاد مشخصه، هم برج آزادی، شب، ترافیک، جلوه بصری زیبایی هم بهش داد. خب این توی این قسمت میتونید توی دستیار هوش مصنوعی هم ازش استفاده کنید. مثل آموزش قبلی که خدمتتون دادم، دستیار هوش مصنوعی رو انتخاب میکنید. توی مدل ها اینجا علاوه بر چت جی پی تی 4o مینی، چت جی پی تی 4o هم اضافه شده که من پیشنهاد میکنم از چت جی پی تی 4o استفاده کنید، چون خیلی بهتر چت جی پی تی 4o آموزش پذیره به نسبت چت جی پی تی 4o مینی. امیدوارم این آموزش براتون مفید بوده باشه. همونطور میتونید توی قسمت وبلاگ از آخرین آموزش هایی که یاروتیوب برای شما عزیزان تهیه میبینه استفاده کنید و لذت ببرید. موفق و پیروز باشین. خدا نگهدارتون.